مشکلات زناشویی را می توان در دسته‌های مختلفی قرار داد. در این ویدیو 3 نوع از شایع‌ترین و جنجالی‌ترین آنها را با مثال براتون توضیح میدم. فرید میگه مشکل الهه اینه که از پول هیچی نمیدونه. خیلی هم احساساتی و به منم اعتماد نداره. الهه با شنیدن این حرفا از عصبانیت منفجر میشه و میگه آره دیگه، مثل همیشه مشکل منم. مگه تو خودت خوب بلدی مسائل مالی رو مدیریت کنی؟ رفتی ماشینی که هیچ برنامه ریزی برای پولش نداشتیم خریدی، در حالی که ما اصلا نیازی بهش نداشتیم و پولش هم نمیتونیم بدیم. تو هر کاری که دوست داشته باشی میکنی. اصلا برات مهم نیست من در مورد مسائل چه نظری دارم. کلا برام اهمیتی قائل نیستی. قضیه این عزیزم. از نظر لیلی فرهاد سنگدل، انعطاف ناپذیر و بی‌توجه است. میگه بچه‌ها به تربیت نیاز دارن، نه به خط و نشون کشیدن. فرهاد روشو برمیگردونه و زیر لب میگه بچه‌ها تربیت میخوان، اما تو نمیتونی درست اونها رو تربیت کنی. شاهین و حوری هر دو از سر لج با هم در سکوت نشسته بودن تا اینکه صبر حوری تموم میشه. با بغض میگه شاهین با زن دیگه ای ارتباط داره و به این میگن خیانت. شاهین هم بلافاصله توضیح میده که چرا با دیگری ارتباط داشته و در ادامه میگه 100 بار برات توضیح دادم چرا این اتفاق افتاده. دیگه باید بیخیالش بشیم. این موضوع مال 2 سال پیشه. خیلی وقته که ازش گذشته. بعد این همه مدت باید مسئله رو فراموش کنی و منو ببخشی. حوری میگه این قضیه تموم نشده. بعد زیر لب میگه تو به من هیچ اهمیتی نمیدی. میخوای همه چیز یه شبه مثل قبل بشه و شروع میکنه به گریه کردن. شاهینم به زمین خیره میشه. مشکل شما در رابطه با همسرتون چی هست؟ آیا یکی از این 3 نوع هست یا ترکیبی از مشکلات؟